درود به یکایک شما بینندگان عزیز. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. سرخط خبرهایی که امروز پیشکش شما می‌گردد. کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد به حکومت‌های روسیه و تاجیکستان 6 ماه مهلت داد تا قضیه استرداد کرامت شریپوف از روسیه را شرح دهند. کارشناسان بین المللی میگویند نامزدی بزرگمهر یاروف به جایزه بین المللی واصلاو هاول تصدیقگر به اعتباری دعواهای حکومت تاجیکستان نسبت مخالفانش است. دوام 3 سال آخر در ازبکستان 7 مراتبه عفو زندانیان تطبیق گردیده 3952 محبوس آزاد شدهاند. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک در روسیه که سال 2017 با وجود دارای شهروندی روسیه بودنش از این کشور اخراج شد، با پیام گفت کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد شکایتش درباره اخراج غیرقانونیش از روسیه را بررسی نموده قرار صادر کرده است. طبق قرار کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از 12 ایول سال 2019 حکومت‌های تاجیکستان و روسیه وظیفه‌دار شده‌اند که درباره غیر قانونی از جانب تاجیکستان معلوماتنامه ساخته درباره شهروند جمهوری تاجیکستان بودن پیشنهاد شدند و از جانب روسیه غیر قانونی اخراج شدن شهروند روسیه کرامت شریپوف را شرح دهند. کرامت شریپوف میگوید در قرار مذکور سبب حالت‌های از قبیل خدمتچی حربی نفقه‌خور بودن، اشتراکچی جنگ بودن و جانبداران زیاد داشتنش ذکر شده از حکومت‌ها طلب کرده شده است که در مهلت نزیاده از 6 ماه به مسئله‌های مذکور همه طرفه رسیدگی کرده جواب خود را به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد پیشنهاد نمایند. ما صدایی که از طرف روسیه و تاجیکستان بود حالا که گذاشتیم 11 ایول سال 2019 کمیته حقوق نزد ارگانیزاسیا بیدای ناسیا در روز 21 دیده برآمد و به هر دو رهبریت دولت تاجیکستان و روسیه مهلت 5 ماه داد از روی افلاس کار کنمودن آنها، همچون افلاسی که نادرست کار کردن نسبت به حقوق انسان آنها را گناهکار حسابید و مدت 5 ماه بعد هر دو حکومت هم روسیه هم تاجیکستان پیشنهاد نمایند به ارگانیزاسیا بیدای ناسیا که چرا این حادثه شد. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه که حکومت روسیه و تاجیکستان و به خصوص کاردهندگان مهاجران کاری تاجیک را زیاد تنقید میکرد، ماه دکبر سال 2017 دستگیر شد. دادگاه روسیه بعد مدت کوتاه قرار کرد که کرامت شریپوف از راه غیر قانونی شهروندی روسیه را به دست آورده است و برای همین باید از آن محروم کند و از قلمرو کشور خارج نمایند. با باور خود کرامت شریپوف اخراج او از روسیه کار دست گروه‌هایی بود که از فعالیتش برای حفظ حقوق مهاجران کاری خوششان نمی آمد. کرامت شریپوف شرح می دهد که اگر شناسنامه را غیر قانونی به دست می آورد در مدت 2 دهه آشکار می کردند. کرامت شریپوف ادعا دارد پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نداشت. اما مقامات تاجیکستان میگویند او از سالهای 70 به این طرف شهروند تاجیکستان است. بزرگمهر یاروف زندانی سیاسی تاجیک نامزد برای دریافت جایزه سالانه حقوق بشر به نام واصلاو هاول پیشنهاد شد. جایزه از سوی کتابخانه واصلاو هاول، صندوق هرتیه 77 و مجمع پارلمانی شورای اروپا تأسیس گردیده همه ساله به فعالان حقوق بشر تقدیم می گردد. بزرگمهر یاروف یکی از 3 نامزدهای دریافت این جایزه است. همراه با او برای دریافت این جایزه زندانی دیگری سیاسی الهام توختی، فعال حقوق بشری اویغور از چین و یک سازمان بالکنی تشبث جوانان برای حقوق انسان پیشنهاد به گرفتن جایزه شده اند. برنده جایزه 30 سپتامبر معلوم می گردد. دیروز در صحبت با خبرگزاری آسیای مرکزی جمشید یاروف حامی حقوق انسان و برادر بزرگمهر یاروف گفت
که خود پیشنهاد شدن به این جایزه این اعتراف عمومی جهانی، فداکاری ها و کوشش های بزرگمهر یاروف در سمت دفاع حقوق انسان در تاجیکستان می باشد. ما امید داریم که بزرگمهر یاروف یکمین شهروند تاجیکستان می شود که به این جایزه با نفوذ بین المللی صاحب می شود و علاقه پیشنهاد شدن بزرگمهر یاروف به این جایزه این علامت اعتراف عمومی جهانی قربانی های او، مبارزه های او در سمت حمایت حقوق انسان در تاجیکستان می باشد. ما از نادژدا اتایeva پرزیدنت انجمن حقوق انسان در آسیای میانه خواهش کردیم که در برنامه امروزه ما شرکت کنند و از چگونگی این جایزه به ما معلومات داده باشند. حالا خانم نادژدا در خط علاقه با ما هستند. خانم لطفاً این جایزه را به ما تعریف می‌کردید. باید گویم که مکافات مذکور یکی از بانفوذترین مکافات اسامبله پارلمان شورای اروپا بوده و شخصان جمعیتی و سیاسی که برای حمایت از حقوق بشر خدمت کردند داده می شود. آن به نام واصلاو هاول همچون رمز متانت در مکالمه میان مقامات و جامعه شهروندی است. این یک جایزه بسیار با اعتبار است. من چنین می‌شمارم که این اقدام شگفت‌انگیز میباشد و همین دلیل که وکیل دفاع بزرگمهر یاروف برای خط داوطلبان وارد کرده شد بهای بلند و امتیاز برای جامعه شهروندی تاجیکستان است. آنجا که وکیلان دفاع همیشه با اختصاص والای خود در منطقه آسیای مرکزی فرق می‌کنند و این را باید تن گیریم. جای گرفتن نام بزرگمهر یاروف در قطار دو نامزد دیگر به این جایزه چه اهمیتی دارد؟ Я просто считаю, что эта новость потрясающая. این یکی از معتبرترین مکافات‌های مجلس پارلمان اروپا است. آن به آن خاطر نام واصلاو هاول را گرفته است که او را در اروپا چون نماد موقعی شهروندی، نماد استحکام و نماد گفتگو بین حکومت و جامعه شهروندی میشناسند. من به این نظرم که این نویگری عالی است. تنها خود همین که بزرگمهر یاروف برای خط نامزدها وارد شد گواهی بهای بلند و جامعه شهروندی خود تاجیکستان است که باید اعتراف کرد وکیلان دفاعش به سطح بلند کسبیت در منطقه آسیای مرکزی فرق می‌کردند. اینکه یاروف به این جایزه پیشنهاد شد به این معنی است که جهان متمدن موقع شهروندی یاروف را دستگیری می‌کند و به او بیشتر از موقع رسمی مقامات باور می‌کند. طرز و اصول پذیرایی نامزدها به این جایزه چگونه است؟ کسی به این سازمان نامزدها را پیشنهاد میکند یا خود این سازمان مستقلانه حقوق انسان در جامعه جهانی را پیگیری میکند؟ Значит, общий порядок таков, что нужно каждую кандидатуру поддержали как минимум. باید حداقل 5 توصیه دهنده باشد. مهم نیست شخص علاهیده یا سازمان. مهم این است که آنها شخصان و سازمان‌های صاحب اعتبار باشند. خود همین که 5 توصیه دهنده صاحب اعتبار یاروف را اعتراف کردند علاقه خیلی موقعی بلند است. نباید فراموش کرد که واقعاً بزرگمهر یاروف کاری برجسته تخصصی انجام داد. او به سرقانون کشورش و پرینسیپ اعلامیه جهانی حقوق بشر پافشاری کرد که یکی از این پرینسیپ ها حق حمایت داشتن هر نفر است، زیرا پیش قانون همه برابرند. او در تقدیر آنهایی که به همدستی با سازمان های ممنوع متهم می شدند شریک شد. هنیت را با وجود آن که سالهای طولانی یکی از قوه های پیش‌صف در حیات سیاسی تاجیکستان و از دستگیری وسیع مردم برخوردار بود ممنوع اعلان کردند. وقتی سیاه‌کنی این حزب و اعضای آن آغاز شد بسیاری ها به خاطر با خودشان مشکل نخریدند خود را دور گرفتند، ولی یاروف تقدیر زیر حمایه‌اش را با خود قبول کرد. او نه تنها از آزادی محروم شد، او به زیر خطر ماندن حیات خود، تقدیر نزدیکانش و همکارانش به حمایه آنها پرداخت که به کمک حقوقی نیاز داشتند. چه خیلی که می‌دانیم او به 28 سال زندان محروم شده است. نزدیکانش با سبب‌های سیاسی تعقیب می‌شوند و او مثل دیگر بازداشت شدگان شکنجه گردید و با خانواده‌اش نمی‌توانست ملاقات کند. او همچنین در تقسیم کردن قلت آب و لقمه نان با زیر حمایه‌اش شریک شد. Но Йоров разделил судьбу своих подзащитных. Он не просто оказался лишенным свободы,
он, рискуя собственной жизнью. وقتی این گونه سازمان‌های با نفوذ جهانی بزرگمهر یاروف را نامزد به جایزه می‌کنند و آن هم به خاطر فداکاری‌هایش در دفاع از حقوق انسان، آیا این نشانگری آن نیست که جامعه جهانی دعواهای حکومت تاجیکستان را باور ندارند و زندانیان سیاسی را مثل بزرگمهر یاروف بیگناه می‌حسابند؟ Я очень надеюсь, что для правительства Таджикистана вот это وقتی میبینی که تو را فراموش نمیکنند و میدانند که تو در چه حالت وزنین هستی، این دستگیری معنوی و این اعتراف جامعه جهانی برای یاروف بیشتر از هر زمان مهمند. حالا او در قله بحران زندگیش قرار دارد و دستگیری به او روح تازه خواهد داد. از طرف دیگر باید من بعد امام علی رحمان سخت خجالت بکشد که چنین حقوق شناسان صاحب اعتبار و یا اعتراف شده از طرف جامعه جهانی را پس دیوارهای زندان نگاه می‌دارد. او باید یاروف را آزاد کند، چون که وقتی چنین انسان پس پنجره قرار دارد او آینه رونمای آن رژیم می شود و رحمان باید این را بفهمد. او باید بفهمد که به تاریخ نوین تاجیکستان چون ستمگر و چون آنه که سرقانون کشور خودش را زیر پا کرده است وارد خواهد شد. فکر میکنم روزی فرا رسیده است که ما همه جامعه شهروندی کشورهای آسیای میانه همدست شویم و صدا دهیم که ما یاروف را دستگیری میکنیم، با او احترام قائلیم و باید همه کار را انجام دهیم تا حقیقت پیروز شود. Что мы делаем все возможное, чтобы восторжествовала справедливость. تشکر به شما. И вам большое спасибо. جایزه به نام واسلاو هاول سال 2013 تأسیس یافته در 5 سال گذشته به حامیان حقوقی چن آلیس بیالیاتیسکی از بلاروس، انار ممدلی از آذربایجان، لیودمیلا الکسیوا از روسیه، نادیا مراد از عراق و مراد ارسلان از ترکیه تقدیم شده است. جایزه دیپلم و مبلغ به مقدار 60,000 یورو می باشد. جایزه به خاطر مبارزه های ادیب چخ واسلاو هاول برای دموکراسی و حقوق بشر و افتخار او نامگذاری شده است. واسلاو هاول زمان حکمرانی حزب کمونیست در چخسلواکیه تحت تعقیب طولانی قرار داشت، اما بعد رها شدن کشورش از دست کمونیست ها رئیس جمهوری چخسلواکیه انتخاب می شود. بعد جدا شدن چخسلواکیه به دو کشور نخستین رئیس جمهوری چخ شد. هاول سال 2011 در سن 75 سالگی وفات کرده است. 3 سیاره فراخورشیدی جدید در فاصله 12 سال نوری از زمین کشف شده اند. این و چند خبری دیگر از کشورهای همسایه و جهان در گزارش همکارمان صفیه واحدова. санаи 1 сентябр ки ба рӯзи якшанбе рӯзи таътил рост меояд, хонандагон дар тоҷикистон рӯзи донишро ҷашн хоҳанд гирифт. дар ин бора вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон фармон дар бораи тағйир додани вақти баргузории дарс аз 26 августи соли 2019 имзо кардааст. дар ин фармон омадааст бо назардошти ба рӯзи истироҳат рӯзи якшанбе рост омадани рӯзи дониш 1 сентябри соли 2019 дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ рӯзи дарсӣ эълон гардида, 7 сентябри соли 2019 рӯзи шанбе рӯзи истироҳат муқаррар карда шавад. тибқи ҳамин фармоиш ба сардорони сарраёсати маорифи вилоятҳо ва мудирони шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо, директорони мактабҳои президентӣ, мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ дастур дода шудааст ки иштироки хонандагону донишҷӯёнро рӯзи 1 сентябри соли 2019 ба дарс таъмин намоянд. ҷейми флай, президенти радиои Аврупои озод ки ба Тоҷикистон ташриф овард, бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддини Муҳриддин дидор кард. ин мулоқот дирӯз 27 август сурат гирифт. зимнан ҷейми флай дар робита ба вазъи озодии расонаҳо дар Тоҷикистон изҳори нигаронӣ кард. флай даъват кард ки рӯзноманигорон ва кормандони радиои озодиро дар кишвар расман сабти ном кунанд. ӯ гуфт умедвор аст ҳукумат дарк хоҳад кард ки дастрасии шаҳрвандон ба доираи васеъи манобеи хабарӣ ва иттилоъ ба нафъи ҷомеа ва амнияти Тоҷикистон хоҳад буд. 8 рӯзноманигор ва корманди радиои озодӣ дар Тоҷикистон феълан ҳаққи кор карданро надоранд.
زیرا در وزارت امور خارجه تاجیکستان آنها را ثبت نام نکردند. پیشتر وزیر کارهای خارجی سیراج‌الدین محریدین گفته بود آنها روزنامه‌نگارانی را که با نوشته‌های خود به سیاست دولتی آسیب می‌رسانند ثبت نام نخواهند کرد. بخشیده به روز استقلال ازبکستان شوکت میرزیویف پرزیدنت این کشور فرمان درباره اوپی گروهی که از کردهشان صادقانه پشیمان شده در راه اصلاح شوی قرار دارند را دیروز 27 آگوست امضا کرد. طور سامانه اطلاع رسانی آسیای مرکزی خبر می‌دهد بر اساس این فرمان 65 زندانی عفو شدند که در محبس‌ها ادای جزا می‌کنند. از این شمار 17 تن کاملا آزاد، 13 تن دیگر شرطاً عفو شدند. جزا نسبت 20 محبوس دیگر سبکتر شده، 15 کسی دیگر از جزا در نمود حبس آزاد شدند. میان عفو شدگان 4 زن، 1 شهروندی از 60 سال بالا، 1 شهروندی خارجی، 39 شهروندی که در سازمان‌های ممنوع اعضا بودند هستند. گفتنی است دوام 3 سال اخیر در ازبکستان 7 مراتب عفو تطبیق گردیده 3952 محبوس آزاد شدند. 3 سیاره فراخورشیدی جدید در فاصله 12 سال نوری از زمین کشف شدند. محققان رصدخانه جنوب اروپا ESO از طریق تلسکوپ 13.6 متری خود در لوسایلوی چیلی 3 سیاره سنگی فراخورشیدی که بین 1.4 تا 1.8 برابر جرم زمین هستند کشف کرد. بر اساس گزارش سایت ساینس آلتا این 3 سیاره در فاصله 12 سال نوری از زمین قرار دارند که یک گردش کامل آنان بین 3 تا 13 روز طول می‌کشد. ایگناس ریبوس از محققان انستیتوت علوم فضایی در بارسلونا اسپانیا اعلام کرد که کشف این سیاره‌ها از نظر دانش درباره سیاره‌های سنگی بسیار مهم است. نتیجه‌های این تحقیق در مجله Notices of the Royal Astronomical Society منتشر شده است. با همین برنامه امروزی پیام نیوز با نهایت خود رسید. امیدواریم برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را پیگیری می‌کنید. هر کی آماده همکاری با ماست و یا شاهد حادثه و رویدادی می‌شود، لطفاً به رقمی که در نوار می‌بینید زود تماس بگیرید. در حالتی به ما رسانیدن معلومات مهم مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می‌شود. در حفظ الله بمانید. خیر تا روزی دیگر.